و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز بارک الله فیک. سوال اول شما این است که همه قرآن کریم ترجمهش تفسیرش به چند نوع می شود؟ البته اولا تفسیر البته مضموم و تفسیر مشروع یا که تفسیر مشروع و تفسیر مضموم. تفسیر مشروع تفسیری که الله و رسولش همچنین تفسیر کردن رو جایز گفته است و همچنین رو به ما تعلیم داده است. اما تفسیر مضموم تفسیر بد، تفسیر قرآنی که الله و رسولش این نمود تفسیر کردن رو بد کرده است. دو نمود تفسیری که شریعت اجازه داده است تفسیر کردن رو و تفسیری که شریعت اجازه نداده است. بارک الله فیکم. تفسیری که شریعت اجازه نداده است رو اول بگوییم. این تفسیر کردن قرآن یا تفسیر کردن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به علم کلام، تفسیر کردن قرآن به علم کلام یا تفسیر کردن قرآن سبحان الله به بعض از اسرائیلیات از اول تا به آخرش، این نمود تفسیر کردن رو شریعت حرام کرده است. یا که تفسیر کردن قرآن به نمود تأویل تحریف، به معنای اینکه تحریف کردن قرآن و معنیش رو به دیگر معنی بیان کردن که اهل بدعت از اشاعره ماتریدی و از صوفی های غلات و از رافضه ها این نمود بیان میکنند. این نمودی تفسیر کردن رو شریعت حرام کرده است. اما تفسیر کردن قرآنی که مشروع است، شریعت به ما بیان کرده است، تعلیم داده است، یک چند نمود است. اولین نمود تفسیر قرآن این تفسیر القرآن بالقرآن است. خود قرآن رو به خود قرآن تفسیر میکنید. مثلا یک آیت رو ذکر میکنید و دیگر آیت قرآن رو آورده این آیت رو ذکر میکنید. اصلا نظر کنید اگر انسان به قرآن خوب دقت بدهد، قرآن خودش شرح میتید. یک آیت رو دیگر آیت ها شرح میتیند. از همین جهت علما در این مسئله اینچنین کتاب ها رو نوشتند. اما بهترین کتابی که در این باب نوشته شده است کتابی شیخنا محمد امین شنقیطی رحمه الله، کتاب اضواء البیان تفسیر القرآن بالقرآن است. اضواء البیان تفسیر قرآن به قرآن، یعنی قرآن را یک آیت رو به دیگر آیت ها شرح میتید. این کلام الله سبحانه و تعالی یک قسمش قسم دیگرش رو شرح میتید. بارک الله فیکم. این اولین نمودی تفسیر قرآن است که این بهترین نمودش است. و این چنین تفسیر قرآن به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. اهل سنت و الجماعت قرآن را به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح می‌دهند و این همون امر الله است و همون بیان کرده الله است که ان نحن نزلنا الذکر لتبین للناس ان نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم. ای محمد ما به تو ذکر رو نازل کردیم. ذکر در اینجا علما میگن سنت رو نازل کردیم تو که به مردم بیان بکنی به واسطه سنت قرآن رو. ان نحن نزلنا الذکر ان نحن نزلنا الیک الذکر، ما به تو ذکر رو نازل کردیم لتبین للناس تو که به مردم بیان بکنی ما انزل الیهم اون چیزی که به اونها نازل شد. یعنی سنت این شرح دهنده قرآن است. از همین جهت اهل سنت و الجماعت قرآن را به قرآن تفسیر میکنند و قرآن را به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله تفسیر میکنند و این دومین نمود تفسیر است. و این چنین تفسیر سومین نمود تفسیر کردن قرآن با فهم صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سلف صالح است. یعنی تفسیر کرده می شود قرآن با شرح و بیان کردن صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. انا همین است تفسیرهایی که تفسیرهای مشروع هست. یعنی قرآن را به فهم صحابگان میفهمند، قرآن را شرح میتند به قرآن، قرآن را شرح میتند به سنت و قرآن را شرح میتند به فهم صحابگان رضی الله عنهم. و هیچ کسی قرآن را از پیش خودش به عقل خودش حق ندارد که شرح بدهد. هر یک انسان بیاید به فهم خودش به برداشت خودش شرح بدهد و چیزی که بخواد در بالای قرآن صحبت بکند. این جایز نیست. بارک الله فیکم.